بله، این حدیث در صحیح بخاری هست. بنابراین عالم ها رحمت الله علیهم گفتند که اجازت است که انسان 33 مراتب سبحان الله علاهده، 33 مراتب الحمدلله، 33 مراتب الله اکبر، یک مراتب لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، 100 مراتب عموما همین ذکر گوید، یعنی که تمام گناهاش بخشیده میشد اگرچه مثل کفک بحر باشد. هم گفتم. و طریق دیگرش این است که سبحان الله الحمدلله والله اکبر، یعنی که 33 مراتب میگوید. شما در این حالت هم 33 مراتبگی گفتید الکی، چون 33 مراتب سبحان الله گفتید، 33 مراتب الحمدلله، 33 مراتب الله اکبر گفتید، 99 میشد. و بعضی علما گفتن که 25 مراتبگی هر چهارش گویده میشد. سبحان الله 25 مراتب، الحمدلله 25 مراتب، الله اکبر 25 مراتب، لا اله الا الله وحده لا شریک له تا آخرش 25 مراتب. یعنی عموما همین ذکر 100 مراتب شود. این هر دوش یک است، یعنی خواه 33 مراتب سبحان الله علاهده گوید، خواه یک جای هر سشه سبحان الله الحمدلله والله اکبر گوید. اجازت هست، هیچ باکی ندارد.